حنا دختری جوان و پرشوری بود که در روستایی کوچک زندگی می کرد. او از کودکی عاشق هنر قالیبافی بود و مهارتش در بین اهالی روستا زبان زد بود. قالیچه های او نه تنها زیبا بودند بلکه هر کدام داستانی از زندگی و امید را در خود داشتند. روزی خبر رسید که بزرگترین مسابقه قالیبافی کشور برگزار می شود و بهترین قالی‌ها برای جایزه و نمایش انتخاب خواهند شد. قلب حنا پر از هیجان شد. این فرصتی بود تا استعداد و تلاش‌های سالهایش را به دنیا نشان دهد. حنا تصمیم گرفت قالیچه سرخ و خاص ببافد، قالیچه‌ای که نه تنها چشمها را خیره کند بلکه هر تار و پودش حاوی داستان عشق، تلاش و امید باشد. روزها و شبها به بافتن مشغول شد. هر گره‌ای که بیزد خاطره ای از زندگیش را روی قالیچه حک می کرد. خنده های کودکی، مهربانی مادر، نور خورشید روی باغچه و شبهای آرام کنار آتش. اما مسیر آسان نبود. نخها گاهی گره می خوردند، رنگها اشتباه می افتادند و یک بار قالیچه تا مرز سوختن در آتش هیجان و عجله پیش رفت. حنا ناامید نشد. هر بار مشکلی پیش می آمد و دوباره تلاش می کرد. دوستان و همسایه ها به او کمک می کردند اما حنا مصمم بود هر تار و پود را با دست خودش بسازد تا قالیچه روح و زندگی خودش را داشته باشد. هفته ها گذشت و قالیچه کم کم شکل گرفت و زیبایی و رنگ قرمز آن درخشش خاصی به آن داده بود. طرح‌های پیچیده و ظریفش جان گرفت. هر نقش نمادی از امید، صبر و عشق و پشتکار حنا بود. او گاهی شبها تا پاسی از شب کنار قالیچه بود و ستاره ها را نگاه می کرد. حس می کرد که هر گره‌ای که زده او را یک قدم به رویاهایش نزدیکتر می کند. بالاخره روز مسابقه فرا رسید. سالن پر از قالی‌های رنگارنگ و زیبا و چشم نواز بود. اما قالیچه سرخ حنا متفاوت بود. مردم و داورها با حیرت به آن نگاه می کردند. هر رنگ و طرح آن داستانی از تلاش، امید، پشتکار او را روایت می کرد. داورها بارها قالیچه را بررسی کردند. رقابت شدید بود. بعضی شرکت کنندگان سالها تجربه داشتند و قالیچه های فوق‌العاده‌ای آورده بودند. اما قالیچه سرخ حنا با ترکیب رنگها، طرح‌های منحصر به فرد و حس زنده‌ای که در آن جریان داشت همه را مسحور خود کرد. سرانجام هنگام اعلام نتایج نام حنای جوان و قالیچه سرخش به عنوان برنده مسابقه اعلام شد. اشک شوق در چشمانش حلقه زد و مردم به او تبریک گفتند. او فهمید که صبر، تلاش و عشق واقعی می تواند هر چالشی را پشت سر بگذارند و نتیجه‌ای درخشان خلق کنند. اما ماجرا تمام نشد. بعد از مسابقه نمایشگاه‌های مختلف و سفارش‌های زیادی برای قالیچه‌های حنا آمدند. قالیچه سرخ نه تنها برنده جایزه شد بلکه الهام بخش همه شد.
یادآوری این که با عشق، تلاش و پشتکار حتی بزرگترین رویاها هم قابل تحققند و حنا فهمید که هر گره، رنگ و هر تلاش کوچک بخشی از مسیر موفقیت و خوشبختی است. سالها بعد وقتی حنا به روستای خود بازگشت، قالیچه سرخ هنوز در قلبش و در یاد اهالی بود. او آن را به موزه‌ای اهدا کرد تا الهام بخش نسل‌های بعدی باشد. یادآور این که عشق و پشتکار هیچ وقت بی پاداش نمی ماند.